اگر خوب دقت بکنیم میبینیم که مغز ما همیشه و در همه جا در حال درخواست کردنه، حتی برای منابعی که ممکنه نیاز چندانی هم بهش نداشته باشه. این موضوع در تمام زمانها و مکانها، از زمانی که بیدار میشیم تا میخوابیم، از زمانی که به دنیا میاییم تا از دنیا میریم، همیشه همراه ما هست. چرا؟ به این دلیل که مغز هنوز نتونسته خودشو با شرایط اجتماعی تطبیق بده. یعنی هر چند که زندگی ما انسان‌ها از زمانی که دور هم جمع شدیم، از زمانی که کمان ایجاد کردیم، خیلی آسونتر، خیلی آسوده‌تر از زمانی بود که ما در طبیعت وحشی بودیم، ولی هنوز مغز ما به اون درجه از تکامل نرسیده که متوجه بشه نیازهای لازم برای ادامه بقا رو در اختیار ما قرار داده و ما بیشتر از اونها نمیخوایم. خب بعضی اوقات هستش که این ویژگی باعث بروز یه سری رفتار توی ما میشه که خیلی منشأ منطقی ندارن. مثلا اگه دقت کرده باشید ممکنه یک جایی یه جمله بشنویم که این محصول آخره ها، این روز آخر تخفیف ماست، اگر این رو امروز تهیه نکنید ممکنه فردا دیگه موجود نباشه یا با این قیمت به شما ارائه نشه. اونجا مغز به شکل اتوماتیک یه نگرانی بهش دست میده که مبادا من این محصول از دست بدم و یه تعارضی پیدا میکنه با ذات خواستن. من البته نمیخوام زیاد درباره این بخش صحبت بکنم. صحبت اصلی ما در ارتباط با نحوه شکلگیری علم اقتصاده. این بخش از کارکرد مغزمون رو شناختیم. وقتی که مغز این حجم از تقاضا رو داره، خب طبیعیه که در محیط اطرافش به این حد منابع برای تأمین شدن این حد از خواسته و تقاضا وجود نداره. مثلا فرض کنید که شاید من فارغ از حد نیازم حتی به 20 تا لباس فکر کنم که نیاز دارم در روز. خب این 20 تا لباس قطعا در محیط من به عنوان یک انسان غارنشین به سادگی به دست نمیاد، ولی من به هر حال این حس رو در خودم دارم که واقعا به این تعداد لباس یا به این تعداد گوشت برای گذران روزم نیاز دارم. وقتی که این حجم از نیاز شکل گرفته، من یه نگاهی به دور و برم میکنم، میبینم که ای بابا، من اصلا اون منابع لازم برای تأمین حد نیازم رو ندارم. بنابراین شروع میکنم به گشتن بیشتر، شروع میکنم به رفتن به نقاط دورتر، شروع میکنم به تشکیل کلونی، یعنی جمع شدن با هم نوعانم برای اینکه بتونم سطح خواسته هام رو بیشتر برآورده بکنم. فرض کنید من تا دیروز یک نفره به شکار میرفتم به عنوان یک انسان بدوی و امروز میام با یک جمع 4 نفره به شکار میرم. طبیعتاً وقتی من به عنوان یک نفر در یک صحرا، در یک جنگل به شکار رفتم، خب نمیتونم حیوان بزرگی رو شکار کنم و وقتی اون حیوان بزرگ شکار نمیشه و سهم شکار من حیوان کوچیکی خواهد بود، طبیعتاً میزان منابع غذایی محدودی در اختیار من میذاره. ولی من احساس نیازم هر روز بیشتر از دیروز میشه. یعنی اگر امروز فرض کنید که من یک خرگوش شکار کردم و با همون خرگوش یک جوری ساختم، طولی نمیکشه که من دوست دارم حالا این خرگوش رو تبدیل کنم به آهو، تبدیل کنم به گاومیش، تبدیل کنم به گورخر، یعنی منابع غذایی ما افزایش بدم. خب اونجاست که من شروع کردم به ایجاد کردن ارتباط با هم نوعان خودم. کلونی ها شکل گرفتن، اون مجموعه های اولیه انسانی شکل گرفت که خودش منشأ و مبدعی شد برای پیشرفت کردن تکنولوژی، برای پیشرفت کردن ارتباطات آدم ها با هم دیگه و خیلی دستاوردهای دیگه. ولی باز هم حتی با شکلگیری اون کلونی ها، حتی با مهاجرت کردن، حتی با پیشرفت تکنولوژی، باز هم در این مسابقه میزان تقاضای زیاد من بر وجود منابع طبیعی که اطراف من هستن و من میتونم ازشون برداشت بکنم باز هم پیروز میشه. یعنی من همچنان تقاضایی بیش از حد موجودیات طبیعی اطراف خودم دارم. حالا وقتی آدما برخورد کردن با نیازهایی که مشترکاً بین هم نوعشون هم وجود داشت، کم کم مسئله تعارض و جنگ ایجاد شد. یعنی من
و اون شخصی که در غار کناری نشسته، هر دومون دنبال یک شکار به خصوص هستیم و برای به دست آوردن اون باید با همدیگه رقابت بکنیم. اینجاست که مفهوم تعارض و مفهوم جنگیدن برای رسیدن به یک منبع محدود و یک هدف محدود تعریف میشه. خب اگر قرار باشه که منابع نامحدودی وجود داشته باشه، طبیعتا رقابت ها هم به شاید حتی صفر برسه دیگه. در واقعیت همینه، ولی خب میدونیم که اینطور نمیشه و به واسطه محدودیت ها مفهوم رقابت و جنگ بین ما انسان ها شکل میگیره. حتی این موضوع در ارتباط با سایر حیوانات و موجودات زنده هم مصداق داره. یکی از رویکردهایی که آدما اتخاذ کردن برای کنترل کردن در واقع محیط اطرافشون و خواسته هاشون پس جنگ بود که بتونن با مغلوب کردن سایر رقباشون دسترسی خودشون رو به منابع طبیعیشون و به هر حال اون ابزارهایی که در محیطشون بود و نیاز داشتن رو افزایش بدن. یه راهکار دیگه شون مهاجرت کردن بود. خب طبیعتاً در همه جای زمین یک میزان و یک اندازه منبع وجود نداره، در یک سری جاها بیشتره، در یک سری جاها کمتره و اگر شخصی از یک نقطه‌ای که منابع کمتری داره به جایی بره که منابع بیشتره، خب شانس دسترسیش به منابع طبیعی مورد نیازش هم بیشتر میشه طبیعتاً. بنابراین یکی از کارهایی که آدم‌ها کردن بحث مهاجرت بود و همونطور که امروز ما میدونیم اجداد ما و گونه مشترک با ما از آفریقا خودش رو به قاره‌های دیگه میاره برای رسیدن به منابع بیشتر. این موضوع در طول تاریخ بارها و بارها هم اتفاق افتاده. شاید یکی از معروفترین هاش هم مهاجرت کردن اروپایی‌ها به قاره نو که همون قاره امریکای امروزی هست برای پیدا کردن منابع بیشتر و امکانات روزافزون بوده که خب در این راستا هم خیلی کشورهای تازه با فرهنگ‌های جدید شکل گرفتن. و در نهایت میخوام بگم که مهاجرت یکی از اون راهکارهایی بود که ما انسان‌ها انتخاب کردیم برای رسیدن و دستیابی به منابع مورد نیازمون. ولی باز تمام این راهکارهایی که ازش صحبت کردیم، یعنی جنگیدن یا مهاجرت کردن، خالی از خطر و دردسر نبود. خب میدونیم در جنگ خیلی تلفات وجود داشت، احتمال کشته شدن، احتمال آسیب دیدن خیلی زیاد میشد و این آسیب دیدن شاید به این مفهوم بودش که ما دیگه در اون دنیای بدوی اون روز نمیتونستیم شکار بکنیم و از انجام دادن خیلی از کارامون باز میموندیم و به این مفهوم بودش که قرار زندگی ما و خانوادهمون به خطر بیفته. و همچنین در ارتباط مهاجرت کردن میدونیم که خب اونجا راه مطمئنی و راه خوبی برای رفتن به یک محیط جدید وجود نداشت و خطرات زیادی از جمله حمله حیوانات، برخورد کردن با سایر قبایل که احتمالاً با ما هم یک سر تخاصم ممکنه داشته باشن و حالا شرایط آب و هوایی باعث به خطر افتادن جونمون میشد. بنابراین این دو راهکار هم نمیتونست یک سری راهکار قطعی برای اون نیازی باشه که ما حقیقتا داریم به نام خواستن بی انتها و منابع محدود. اونجا بودش که آدم به این فکر افتاد آرام آرام که باید یه راه دیگری هم وجود داشته باشه. دیگه من برخورد کردم با همچین معضلی، آروم آروم به این فکر میافتم که من چطور میتونم منابعی که در اطرافم هست رو به نحوی مدیریت بکنم که نیازهام به شکلی بسیار بهینه مرتفع بشن. خب من که سطح تقاضام هیچ وقت پایین نمیاد، ولی شاید بتونم به یک نحوی مدیریت بکنم که حد اکثر راندمان رو از منابعی که اطرافم هستن بتونم ببرم. خب یه بار دیگه ریویو بکنیم. پس چیزی که در ذهن و نیازهای من بود بی نهایت بود. منابع اطراف من هر چیز که میخوان باشن، اهم از پول، اهم از مواد غذایی، اهم از زمین برای کشت و کار و تمام فعالیت ها محدودیت دارن. اونجاست که ما نیاز به وجود یه علمی مثل اقتصاد که علم مدیریت معیشت هست رو احساس کردیم. اسم اقتصاد یا همون اکانومی از
ریشه یونانی اکونومیا میاد به معنی تدبیر منزل، یعنی اداره کردن امورات خانه. خب در این اقتصادی که داریم ازش صحبت میکنیم یک سری مفاهیم وجود دارن که لازم اونها رو بررسی کنیم. اقتصاددانی به نام جان هیکس اومد یه تعریفی برای اقتصاد اعلام کرد و اون تعریف بسیار مختصر و البته خیلی به نظر کامل و جامع بود و اونم به این صورت بودش که میگفت اقتصاد منطق انتخاب کردنه. و ما از این تعریف کاملا متوجه میشیم که اصولا اقتصاد فقط محدود به موضوعات مالی نیست. هر جایی که اصلا صحبت از انتخاب کردن باشه که خب در واقع در تمام لحظات زندگی ما هم ما داریم انتخاب میکنیم، اقتصاد منطق پشت اون انتخاب هاست و هر چقدر ما بتونیم از این منطق بهتر و بیشتر بهره مند بشیم تصمیماتمون اقتصادی تره. یعنی از جهت علم اقتصاد، از دید علم اقتصاد یک تصمیم مقرون به صرفه تری رو گرفتیم که اتفاقا این آقا برنده جایزه نوبل هم بودش و فوق‌العاده در اقتصاد گام‌های بزرگی رو برداشت. یکی از مهمترین مفاهیم اقتصادی که خیلی هم کاربرد داره مفهوم هزینه فرصت. هزینه فرصت یعنی چی؟ هزینه فرصت یعنی این که اگر من 1 ساعت زمان داشته باشم و اون 1 ساعت زمانم رو صرف مطالعه یک کتاب بکنم، دیگه اون 1 ساعت رو نمیتونم همزمان برای رفتن به پارک استفاده بکنم. یعنی اون مطالعه‌ای که من انجام دادم هزینه‌ای بود که بابتش من 1 ساعت زمانم رو صرف کردم و دیگه اون هزینه رو نمیتونم صرف رفتن به پارک و رفتن به مهمونی و غذا درست کردن و فعالیت‌های دیگه بکنم. نکته اساسی برای اقتصاد اینه که زمانی که ما اون منبع محدودمون رو داریم صرف تهیه یا انجام یک کار به خصوص میکنیم، آیا بهره‌وری لازم رو به ما میده یا نه، یا چطوری میتونیم یه هزینه فرصتی رو انتخاب بکنیم که درش حد اکثر راندمان رو داشته باشیم. حالا که یه مبحث مهمی به نام هزینه فرصت شکل گرفت، بیا یه ذره بیشتر در موردش بشنویم. هزینه فرصت شاید به ذهن ما بیاد که فقط محدود به انجام دادن یک سری کار و مسئولیته. یعنی مثلا اگر من در طول این 1 ساعت زمانم مطالعه فلسفه انجام بدم، دیگه نمیتونم همون 1 ساعت رو صرف مطالعه تاریخ کنم. خب این درسته، اصلا حرف غلط و نادرستی نیست، ولی این تعریف محدودی از هزینه فرصته. حتی هدیه گرفتن و جایزه هم یک نوعی هزینه فرصت محسوب میشه. فرض کنین دوست من میاد به من میگه که سیاوش برای جشن تولدت من میخواستم برات یه هدیه‌ای بخرم، ولی خب چون من تو رو نمیشناسم خواستم که خودت انتخاب بکنی از بین 3 تا هدیه. دوست داری که یک وعده شام به رستوران ببرمت، یا دوست داری که یک کتاب بهت هدیه بدم، یا مثلا دوست داری که لباس برات بخرم؟ خب ببینید اینجا حرف یا زده میشه. یعنی اگر من یک کتاب بهت بدم دیگه نمیتونم یک وعده رستوران مهمونت بکنم، بنابراین تو باید یکی از اینها رو انتخاب بکنی. دقیقاً جایی است که هزینه فرصت دوباره و مجدد تعریف میشه. پس اگر من یکی از اون امکانها رو انتخاب بکنم، دیگه احتمال اینکه بتونم سایر انتخاب هامو داشته باشم نخواهد بود. بنابراین اقتصاددان همیشه صحبتشون این هستش که ما باید انتخاب‌هایی رو در طول زندگی انجام بدیم که در نهایتش هزینه فرصت پایین‌تری داشته باشه. یعنی این امکان رو به ما بده که برای سایر انتخاب هامون هم زمان یا سرمایه یا امکان لازم رو داشته باشیم، یا نهایتاً برای ما زمان یا سرمایه‌ای رو ایجاد بکنه که بتونیم به سایر تقاضاهامون هم برسیم. این میشه بهترین و گزیده ترین انتخاب هامون. این نکته رو یادتون باشه. این مسئله که ما تا به حال در ارتباط با اقتصاد از منابع مختلف مطالعه کردیم صرفاً داره در موضوع پول صحبت نمی‌کنه. یه اشتباه خیلی رایجی که ممکنه توی جامعه حتی برای شما یا خود من پیش میاد
این که فکر میکنیم اقتصاد یک موضوعی است محدود به پول، یعنی هر جایی که پول هست اقتصاد هست و آن جایی که پول تعریف نمیشه و مطرح نیست اقتصاد حرفی برای گفتن نداره. من بعد از یه سری مطالعه برخلاف گذشته که اطلاعاتی در این مورد نداشتم متوجه شدم خیر، اقتصاد در هر جایی که بحث مدیریت کردن انتخاب ها مطرحه حرف اصلی و کلیدی رو داره میزنه. بنابراین اگر با این رویکرد به اقتصاد نگاه بکنیم تصمیماتمون رو به نظرم خیلی میتونیم بهینه تر بگیریم و در نهایت انتخاب هامون به یک نتیجه خیلی درست‌تر و کاملتری منتهی بشه نهایتا. خب ما در نهایت تونستیم با موضوعیت منابع و مفهوم هزینه فرصت صحبتمون رو در این قسمت به اتمام برسونیم و در نهایت متوجه شدیم که با توجه به تمام محدودیت‌ها و خواسته‌های بی‌نهایتمون ما ناگزیر هستیم به انتخاب کردن و این انتخاب ما هم در واقع مفهومی رو برای ما مطرح میکنه به نام هزینه فرصت و ما در هر ثانیه انتخابمون درگیر برخورد با این هزینه فرصت و یک انتخاب به خصوص از بین تمام احتمالات پیش رو هستیم. امیدوارم که از این قسمت تونسته باشیم اطلاعات خوبی رو برداشت بکنیم. من سیاوش ساعت ساز و اینجا کانال TMP با موضوعیت اقتصاد در موضوع منابع مطالعاتم رو با شما در میون گذاشتم.